آقای همسایه زنگ میزنم. به آقای همسایه چی میخوای بگی؟ تو بگو. چی میخوای بهش بگی؟ میخوام بگم که آب قطعه. آها. آقا بذار میخواد الان برداره بعد بهش بگو. عصبانی بهش بگو. چرا آب قطعه؟ آب سرده داره درستش میکنن. کسی نره همون فعلا. من عرق کردم. شما عرق کردی باید وایسید آب درست شه بعدا بری همون. باشه. خداحافظ. بعدش آب گرم کن که بیام همون. فردا من آب درست میکنم شما فردا. مونه اینه چی؟ تلتابی میمونه. تلتابی؟ آره تلتابی چی هست؟ که تو کارتونه ولی اون فرق میکنه. تلتابی یکی اونه یکی اونه. میدونم. با تلتابی چی کار میکنه؟ من نمیدونم تلتابی چیه. تلتابی آدما بچه ها رو خوشه اگه بری سوارت میکنن میبرنت. خب بعد کجا میبرن؟ مثل ماشین میمونه یعنی؟ آره کجاست؟ زمین هوای کجا؟ هواه. تو هوا؟ آره آدم سوار میشه. آره آدم سوار از پله ها میره بالا. از کجا؟ از پله ها میره نه بالا. اول چی گفتی؟ از پله خب از پله میره بالا. خب بعد آدم سوار تلتابی میشه اینطوری میره. جان میگه بزرگ شدم از این کفشا برام میخری قرمزش و صورتش. قربونت برم. آره و سبزشو آره میخری.